وابسته با طبیعت تفتیشی جنایت‌ها را معین کرده مقامات را صادر کرده گپ زنیم مقامات را همین ما دوره برای سنجش و تفتیش جدا کرده است و 51 ماده است که همچون جنایت کارپسیونی طبیعت تفتیشی مقامات اگنتی نظارت دولتی و مدیری و مبارزه با کارپسیون جمهوری اسلامی معین شده است. در همین حالت که شما گپ زدین یکمش شهروند است بلوگر هم که باشد شهروند است و عمل او عمل غیر کارپسیونی است. بررسی او از طرف مقامات دخلدار مقامات ملیسا بعضا از طرف مقامات پرکاتورا بررسی کرده میشود، سنجش کرده میشود، تفتیش کرده میشود. اگر همین حالتی که شما گفتین از جانب شخص منصبدار میشد ما به ممانعت سر کار میگفتیم. دیوم حالتی هست که جای صادرشوی جنایت است. او بلوگر میگه در روسیه است. حالتی که در اونجا در اینجا قبول کردن نسبت و قرار از طرف مقامات دخلدار یا اینکه وکالتدار قین میافته. برای همین بعضا همین خیلی مشکلات داره. برای حالتی که غیر کارپسیونی است ما مراجعت که نباشد بررسی و سنجش تفتیش کنترل باید رو پاس کرده است. دیگه سوال شما